من یک سوال داشتم. وقتی که نماز رو سر میکنم در اولین آیت سوره فاتحه و من همین دو دستم رو به دهانم مونده به سوی الله بوسه روان میکنم. همچون تصور میکنم در وقتی نماز خواندم و این را بسیار تکرار میکنم. در یک رکعت چند بار تکرار میکنم. من خواستم در اینجا بفهمم که آیا من گناهگار میشوم. یعنی شما در نماز این حرکت رو میکنید یا خیالا؟ حرکت نمیکنم، تصور، خیالا. خواهرم پروردگار از این چیز بالاتر است و عظمت پروردگار از این بالاتر است. شما در نزد یک پادشاه عادی دنیا، در نزد یک پرزیدنت اگر نشستید و صحبت کنید چقدر باید با وقار باشه در آنجا. چیزی که شما گفته ایستادید من این رو نمیگم گناه است، شاید عقیده شما یا گفتین تصورات شما نسبت الله تا این اندازه است، اما پروردگار بالاتر از این، بزرگتر از این است. صحابه های بودن که وقتی به نماز می ایستادن رنگشان زرد می شد که من الان در پیشگاهی کی هستم، الان من با کی صحبت دارم. الان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن پروردگار روبروی شما هست تا زمانی که شما در نماز چهرهتون رو به این طرف و اون طرف نکنید. یعنی این چیزی که شما گفته ایستاده نسبت شأن پروردگار بزرگ چیز خوب نیست، یعنی این کارو نکنید. پروردگار رو خیلی بزرگ بدانید که اون همه کائنات و هر چیزی که هست پروردگار از این همه بزرگ است و با سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی خودش چه است؟ در رکوع کردن خدای سر من در نزد تو خم است، توی که از همه بزرگی، سرم رو به خاک میمونم به تو که از همه بالاتر هستی. یعنی این خواری و زاری و بیچارگی که در نماز است این کلن باید با خاکسارانگی، با یک تواضع، با یک وقار باشد، نه با این چیزهایی که گفته ایستاده که نسبت یک انسان، یک عالم اگر این کار رو کنید هم و عالم خوشش نمی آید، کجا رسد به شأن پروردگار. من فکر میکنم این از مهر زیاد، دستاری زیاد باشد، نمیدونم. مهر و دستاری چیز خودش را دارد، مهر و دستاری چیز خودش را دارد، اما چیزی که شما گفته ایستاده چه خیلی گفتم در نماز به وقار باشد بیستید و در قلبتان الله رو خیلی بزرگ بدانید.